سال 1999 و بورس آمریکا پر شده از هیجان. قیمت شرکت‌های آیتی سر به فلک کشیده و تقریباً تمام پول‌های بورس آمریکا سرازیر شده برای خرید سهم‌های شرکت‌های آیتی. اما توی این میونه بزرگترین سهامدار تاریخ آمریکا وارن بافت خودداری میکنه از خریدن این سهم‌ها و این تمام خبرنگارها و فعالان حوزه بورس رو متعجب میکنه. سالها گذشت و حباب سهام‌های شرکت‌های آیتی ترکید. سرمایه‌گذاران متحمل ضررهای سنگینی شدند و در این میونه خبرنگاران توجهشون به وارن بافت جلب شد. بنابراین خبرنگار شبکه CBS به سراغش رفت و یه مصاحبه باهاش کرد. خبرنگار CBS تو اون مصاحبه از وارن بافت پرسید آیا شما پیشرو هستید؟ از کجا می‌دونستید که شرکت‌های آیتی دارای حباب هستند و چنین ضررهای سنگینی رو به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کنند؟ وارن بافت گفت نه من نمی‌دونستم. خبرنگار ازش پرسید پس چرا تو این سرمایه‌گذاری شرکت نکردید؟ وارن بافت دستشو جلوی دوربین آورد و اشاره کرد به دستش. گفت این حلقه صلاحیت منه. شرکت‌های آیتی توی حلقه صلاحیت من نبودن و آشنایی با نحوه کارشون و فعالیتشون نداشتن. بنابراین توی این سرمایه‌گذاری شرکت نکردن. چیزی که وارن بافت میخواد به ما بگه اینه که هر فعالیت، هر بیزینس و هر نوع کاری که میخوایم انجام بدیم حتما باید در حلقه صلاحیت ما باشه و در موردش اطلاعات کافی داشته باشیم.